دوستان عزیز این پرابلم است ولی شما هم تعلیق کنید مردم را فهمونید مثلا شهر خوروخ شغلان روشغله این عقوبت بعد چی می شود عقوبت به چی آورده می رسوند بعضا اویلای شهر خورود هست که در یک اویله 4 تا فرزند معیوب است مادر زاد 3 تا 2 تا الان نزدیک شدن خون است وقتی فرزندا را نمیمونیم که با یک نوعی دیگر به شوهر برد یا که از اونجا بیاد وای کنن نمیخیل است هست این چیز این کار نکنیم چرا ما با دست خودمون اویله ها را بدبخت میکنیم جوانا اصلا جوانا برای چی خیلی فکر کنیم ما انسان هستیم وقتی که میریم در خانه یک کودک که معیوب باشد چقدر اویله خوشبخت میشود چقدر نان میخوری چقدر از گلوت نان میرود وقتی در جاگاه یا که میبینی که فرزندت در حالتی وای است چقدر من رو میدونم 1 دقیقه شما را میگیرم برای که یک چیزی رو برای شما پیشنهاد میکنم در حقیقت برای پدر و مادر برای زن و فرزندای هر یک شما لازم است یعنی کانال خزینه معرفت یک کانالی هست در اون کانال رکلام نیست یگان چیز نیست تنها چیزهای اسلامی و چیزهای تربیوی است برای تمامی پدر و مادر زن و فرزندای هر یک ما و شما سرکش رو در زیر همین ویدیو میمونم حتما در اومده ابونه شوید مرحمت سرکه در زیر ویدیو است حتما ابونه شوید کانال خزینه معرفت همش برای شما است نمیره کار کنه نالی جماعتچگی اینا خلیفه های محترم در اینجا طبیبا در شهر خوجند بودم یک خدمت داشتن تورا شکسته ماهی قولبه ولی این خلیفه ها میدارن در ما مردم با هم دختری مولا را نگی کافر میشه دختری ایشانا نگی که او این ممکن است این دروغی محض است محض است این چی بوده است یک طایفه مردم از دیگر همه بنده مومن مسلمان است در قرآن ننوشته است نه ملا نه سیدزاده نه ایشان نه دیگر این دروغ است در همینجا جدا کردن طایفه از دیگر بالام ایشان که یک یعنی گویا اولادای حضرت محمد دیگر مردم چی حضرت محمد کی اومد در تاجیکستان و منطقه آسیا مرکزی خود به خود من خیلی ساختیم پرابلم ایجاد کردیم برای مردم خدمتسری ملت و مردم خدمات فهمومی رئیس معاونات دیگر طبیبان مردم برجور نیم ما فهموندن در کار که عقوبت چی میشه الان پیش از ازدواج کردن قانون قبول کردیم یک سال 2019 2051 نفر کسری برآمدن کسری های گنده ای که نامبر کردن من یک قسمش اگر ازدواج میکردن چی میشد من مراجعه بسیار میگیرم جناب یالی من چی گناه داشتم با فرزندم 18-19 سال دخترم رو تربیه کردم خاندار کردم این پیسر کسری ویش سپید من خیلی که فرزند دیماره تمام از حیات و دیگر وای چی گویم اونا را این داشت از اون ماهی شما فهمومه وقتی که در حالی میگه که به تاجیکستان همه را بس است فقط که معاش پستر است مردم میخواهد 3 درآمد بگیرد بعد میره مهاجرتی میره دیگر میگیم رئیس شهر نویا معاونای رئیس ولایت رئیس شهر نویا رهبران ساختارهای قدرتی امنیتی کار حفظ حقوق ولایت ستاد کارش برایتان شو ترتیبات انتظام باید باشد در نقطه خصوص مخصوصا کار جانا کنه نسبتی قاچاق مواد مخدر و مردم از همون حالت نشمندی چی میگن هستن نفرایی که مردم زهرآلود میکنن که اینا را پیش راشه گرفتن کاربری کنین با مردم باشین مردمی خوب است خودتان پاک وجدان باشین خودتان نمونه عبرت باشین همه چیز ده مردم گناه نداره باز میگم منم خیلی دوستان میداره شما اگر صادقانه خدمت کنین پاک وجدانانه خدمت کنین خود روی کفی دست میگردونند ایره فرمان پرزیدنت قد داده نمیشه صادقانه خدمت کردید خدمت های شما را من قدر میکنم شیطان دیگر رئیس ولایت اهمیت در جمعآوری مجلس حکومت بدین مجلس ملی هم چیزا
شما بیشتر معلومات و اخبارات سپارش‌ها را می‌دانید هدف و آنچه که دایر به تیاری زمستان وقت گذراندن در پیش اساس ذخیره کردن مواد غذایی هر یک عائله چیزی که از خودتان دارین پیش از همه کارتوشکا سبزی پیاز چه بازارهای شهر نویا را پر کنید مردم گیرد اونی که ندارد گیرد در شهر نویا ذخیره کنند کنسرو میکنند مرینواد میکنند دیگر میکنند مربا میکنند و میکنند ذخیره کنند با میگم خدای نخواسته در یک روز سختی در کار میشه 100 روز در بار میگه روز در کار پدر و ما کردن ما دیدیم دوستان عزیز با تمام تحلیل ها با تحلیل های کارشناسان سطح بین المللی جهانی دنیا در زمان شرایطی از لحاظ بحران شدید اقتصادی مالیوی بیکاری دیگر در سالهای جنگ دوم جهان قرار دارد انا برای چی من تاکید میکنم در بدر حولی را میروم مردم تاکید میکنم و میکنم میشود اونایی که زحمت کشیده ایستان شده ایستادن در بدخشان هم از آنجا ما نمیگیم نه که بعضا اولیایی هست که حتی اونا رو چی میگن همین بعضا بزور وای میکنه که حولی تا رو همین پاویل که 4 کیلو پیازه پامیدوره کارتوشکای میشه دیکاتا میاندازی یا روزی وزمینده برای فرزندان میشه اونا کی دارد انگیش مسائل اجتماعی رو کردن و دیگر از همه مهمش سرحد اینجایی که منوع است دین من با روبری و دولستان صحبت داشتم به نهایت گروه های شدید تروریستان و اکستریمیستان مکبای شدن در قسمت افغانستانی بدخشانی افغانستان سرحد با ما 4 کیلومتر 3 کیلومتر بعضا جاشتن پرچمشون ایستاده سرحد اونا قرار نمیستن اونا خواجه دارن خواجه با قشونهای سرحدی با ساختارهای نظامی و دیگر ساختار و مقامات حفظی حقوق امنیتی کشور همکاری کنید همین یگان هدف دیگر نداریم ما یگان مقصد مرام تامین امنیتی شما است تامین امنیت دولت است سرحدی دولتی است همکاری داشته باشید همونام فرزندان ما شما در خدمت وطن مادر است فهمم کار کنید بودی آن چیزی که من اشاره کردم کار کنید در یک جایی آهسته آهسته برطرف یگان چیز دیگر مشکلی سخت نموده است کار کنید اما شرایط و امکانات هست برطرف کنید اول تشکر به شما میگم برای دستگیری سر وقتی در هنگام پیدا شدن این کسلی او 45 ماشین بارکشی که وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان گردیدند هم از نقطه نظر مادی و از نقطه نظر معنوی به مردم یک روبلندی خیلی بزرگ بخشیدند و این سیاست خیلی دوراندیشانه شما بود که توانستید چهل رفتار کردن کار کردن در همین شرایط و تجربه نشان داد که او پیشگویی شما نسبت به دیگر مملکت ها همسایه و مملکت های غرب درست برآمد. تشکر به شما که از نام کل طبیبان از نام کل مریضان و با افتخار میگم که یگان طبیب در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترک وظیفه نکرد و خوشبختانه یگان طبیبم نفهمید و با صحبت‌های تلفنی عروضه شما دستگیرهای شما ما توانستیم که این شدت را پس کنیم و حاضر با دستگیری به غصه شما 1 میلیون سومانی جمع شده است و ما کوشش میکنیم بعض قسمت‌های این بیمارخانه را به ترتیب درآوریم با دستور شما کسلخانه کسلای روی نوای روشخلا و تولدخانه ولایت بودند که از این میبرایم داشتگیریتون من روان میکنم آموخته میبرایم نوبت به نوبت نه یک بار کنه نمیشد یکی نوبت به نوبت دیده میبریم پرابلم نیست میکنیم حضرت جناب عالی با دستگیری بیوسه شما 85% قشلاق‌های ما از بنگاه‌های زمانوی با کل تجهیزات تامین هستند 85% قشلاق‌های ما از آب نوشاکی تامین هستند در ما آب نوشاکی پرابلم ما در خورو من به شما تشکر میگم که 8 میلیون دلار مبلغ بانک تجدید
به سرباری بودجه نگاه نکرده شما دستور دادید، امضا کردید و امروز تجدید هم خطاب هم تشناب ادامه دارد. با سپارش شما به ما سپارش داد که مبلغات دیگر پیدا کردید و امروز به شما اثبات میدم که ساختمان 3 چای عمودی ادامه دارد. این ما میدانیم، این ما اسم میکنیم، این ما قدرگزاری و شکرگزاری میکنیم. من در چندین کنفرانس ها، در چندین مجلس های سطح بین المللی شرکت ورزیدم و درباره دولتداری شما و کلید موفقیت شما در تاجیکستان حرف زدند و در قطار صدها دیگر جانفدا شما کردید. مسئله رعایت پروری، مسئله غمخوری نمودن به هر یک شهروند به حیث پدر، این یکی از خصلت‌های نیک انسانی شما و کفیل صلح و ثبات تاجیکستان است. من شما را مطمئن میکنم که اون نفری که عقل و ذکاوت میدارد این میفهمد. این به یگان لگنبرداری، به یگان تعریف، همین تحملگرایی شما، همین صبر و طاقت شما نمیشد امروز این بدخشان کیاس سوخته از بین میرفت. بنابراین از نام کل مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان با شما پیشوای ملت برای تحکیم صلح و ثبات، برای چندین گذشته، برای چندین عفو منتداری صمیمی خویش را بیان میکنم. شما را مطمئن میسازم که مردم بدخشان سیاست شما را دستگیری میکنند. سلامت باشید. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.